Who are you? Just tell us, who are you really? Nobody. منم کوروش، شاه جهان، شاه دادگر، پسر کمانچیه. با سلام خدمت اعضای کانال شفق قطبی، یک کلیپ درباره بهترین پادشاه ایران ساختم تا ادای دینی به کوروش بزرگ کرده باشم. شما هم لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب کردنتون بهم انرژی و انگیزه بدین. بنیانگذار سرزمین ایران زمین، شاهنشه 4 گوشه جهان. کمبوجیه پدر کوروش فرمانروای پارسیان در جنوب فلات ایران و مادرش ماندانا دختر پادشاه مادها در شمال غربی ایران بود. کوروش پس از مرگ پدر و در سن 40 سالگی به فرمانروایی پارس ها رسید و در انشن به تخت نشست. تصمیم به فتح سرزمین های ماد گرفت و در پی کوشش هایی 2 ساله توانست پای تخت مادها یعنی حکمتانه را تسخیر کند و به فرمان روایی استیاگ پدر بزرگ خود خاتمه بخشد. مناطق شرقی ایران را یکی پس از دیگری ضمیمه خاک خود کرد. حال تمامی فلات ایران زیر پرچم هخامنشیان بود و آوازه نام کوروش در تمامی شهرهای جهان طنین افکنده بود. کرزوس پادشاه لیدی در شمال غربی ایران از بیم کوروش از مصر و بابل درخواست کمک کرد و آنها نیز توافق کردند در سال بعد به او در جنگ علیه کوروش کمک کند. ولی یکی از فرستادگان پادشاه لیدیا به او خیانت کرد و کوروش از این موضوع باخبر شد. پس تصمیم گرفت قبل از رسیدن نیروهای کمکی خود را به پای تخت لیدیا یعنی سارد برساند و شهر را محاصره کند. پادشاه لیدی انتظار حمله در زمستان را نداشت و نتوانست مقاومت چندانی کند. کوروش پس از پیروزی برخلاف رفتار فاتحان به مردم شهر و کرزوس آسیبی نرساند. بابل بزرگترین و ثروتمندترین شهر آسیا به شمار می آمد. پادشاه بابل نوبوناید بود که مردمش به واسطه بدرفتاری های او با همه طبقات جامعه از او ناراضی بودند. نوبوناید یهودیان اورشلیم را به اسارت به بابل آورده و از موطن خود دور کرده بود. او همچنین خدای سین را به ماردوک که خدای باستانی تمدن بابل بود ترجیح میداد. این امر موجب خشم و ناخشنودی کاهنان را فراهم آورد تا از کوروش به عنوان یک ناجی برای مردم سخن بگویند. سپاه بابل به واسطه جنگ های زیادی که در عربستان انجام داده بود خسته تر از این بود که خود را آماده رزم با سپاه کوروش کند. کوروش شکوهمندانه و بدون مقاومت چندانی فاتح شهر بابل شد. مردم شهر از او به گرمی استقبال کردند و مطابق معمول کوروش فرمانروای بابل را نکشت. به معبد بابلیان رفت و به ماردوک ادای احترام کرد. همچنین به یهودیان ساکن بابل طلا بخشید که کلیسه خود را در اورشلیم از نو بسازند و خود را شاهنشه 4 گوشه جهان نامید. همچنین شرح پیروزی ها و دادگری های خود را روی کتیبه ای شرح داد. از این کتیبه امروزه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر در تاریخ یاد می کنند و این یادگار ارجمند اوست. کوروش پس از فتح بابل امپراتوری هخامنشیان را از جنوب تا فلات عربستان، از غرب تا فینیقیه و از شرق تا هندوستان گسترانید و در جنگ با ماسکات ها در شمال شرقی ایران کشته شد. در ادامه شاهنشاهی هخامنشیان، کمبوجیه و داریوش بزرگ مرزهای ایران را تا آفریقا و قلب اروپا کشیدند. کوروش با کشورگشایان قبل و بعد از خود فرق بزرگی داشت.
چرا که فقط سرزمین ها را تسخیر نمی کرد، بلکه قلب مردم این سرزمین ها را نیز فتح می نمود و همواره به آداب و آیین هر منطقه احترام می گذاشت. چنگیز و اسکندر قلمروهای بیشتری نسبت به او تسخیر کردند، اما میراث آنان برای بشریت قابل مقایسه با کوروش نیست و تاریخ همواره با احترام از کوروش یاد می کند. داستان زیبا از کوروش بزرگ. مطمئناً در اینجا یک داستان کوتاه زیبا از کوروش بزرگ بر اساس رویدادهای تاریخی و افسانه ها آورده شده است. در روزگاران قدیم، در قلب امپراتوری باستانی پارس، پادشاهی به نام کوروش ظهور کرد که از بقیه پیشی گرفت. کوروش که در جوانی فردی متواضع بود، ترکیبی منحصر به فرد از عقل، شجاعت و همدلی را در خود داشت. این ویژگی‌ها در نهایت او را به یکی از بزرگترین رهبران تاریخ تبدیل کرد. داستان از زمانی آغاز می شود که کوروش تازه قدرت را در دست گرفته بود. او با امپراتوری مواجه شد که از جنگ‌ها و درگیری‌ها خسته شده بود. حاکمان بیرحم اغلب بر مردم حکومت می‌کردند، اما کوروش رویایی متفاوت داشت. او به دنبال متحد کردن قبایل و ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و مدارا بود. اولین آزمایش او زمانی بود که با پادشاهی قدرتمند همسایه مواجه شد که مصمم به فتح قلمرو او بود. سپاه کوروش بسیار کمتر بود، اما او در رویکرد خود تزلزل ناپذیر بود. او قوای خود را جمع کرد و به آنها گفت: ما نه برای غارت و نه برای سلطه، بلکه برای دفاع از خانه و آزادی خود می جنگیم. در نبرد بعدی، شجاعت و نبوغ تاکتیکی کوروش آشکار شد. او با زیرکی نیروهای دشمن را فریب داد و به یک ضد حمله ویرانگر راه یافت. با تعجب فراوان، او نه تنها پیروز شد، بلکه با مهربانی و احترام با دشمنان شکست خورده خود رفتار کرد. این عمل دلسوزی او تحسین گسترده‌ای را به خود جلب کرد و راه را برای مذاکرات صلح هموار کرد. همانطور که شهرت کوروش گسترش یافت، قبایل و پادشاهی‌های بیشتری به دنبال اتحاد با او بودند. او با هر یک از آنها با احترام و انصاف برخورد کرد و به آنها اجازه داد فرهنگ و آداب و رسوم خود را حفظ کنند. اتحاد کوروش به سرعت به امپراتوری وسیعی تبدیل شد که از دریای مدیترانه تا در سند امتداد داشت. با این حال، این فتوحات نظامی نیستند که نام کوروش را واقعاً ماندگار می‌کنند. این تعهد تزلزل ناپذیر او به عدالت و حقوق بشر است. او اعلامیه مشهور خود را با عنوان منشور کوروش صادر کرد که اصول برابری مذهبی، آزادی و لغو بردگی را بیان می‌کرد. این منشور به عنوان یک الگو برای سیستم‌های حکومتی در سراسر جهان عمل می‌کند و الهام بخش مفاهیم حقوق بشر مدرن است.